آنچه در این قسمت مشاهده می کنید. بچه جان نه بچه عظیم میخواد با همون دوست بشه. مردی. ما رو گرفت. بیا اینم راه پله‌ای که دلت میخواست. امین آره. سقوط آزاد تمرین میکنه. امین رد شدی به اینجا رو آب نه؟ نبات فروش سلام میکنی. پشما الان بچه جهنمی میاد ما رو میخوره. صداش این که علاقه چقدر شدید بود. هی حالا ما رو به کلاغ تشبیه کن. هی ما رو تسبیحه؟ تشبیه. اسباب بازی بچه است. قول یا خدا بچه جان نه چه بدبخت شدیم دیگه. اه. اوه، مردی. ما رو گرفت که آجی. خیلی راحت مردی. وای حاجی میدونی شبیه چیه؟ چیه؟ توی کارتون چیز بود، باز لایتیری بچه. خواب بودیم حاجی. همه اینا رو یعنی تو خواب دیدی پسری؟ تو از کجا دیوونه میدونی این کردی ما. منم تو نیستی؟ یعنی چی؟ توی دیگه معلومه. یه دقیقه چی نگو ببینیم چیه استوریش. کجا معلوم؟ تو یعنی همه اینا رو خواب دیدی الان؟ سوال خوبیه. آها اه. نه فکر کنم ریممبر کردی. ریممبر؟ یادت اومد یه چیزی. من کوشم، من مردم. فکر کنم من مردم. همین تنها باید بری. بابا بازی 2 نفره از چی مردی؟ مردم تموم شد. حاجی اسکینت خیلی زشته. خودت زشتی. این چیه؟ اینو بگی من دست با من. این دماغ تیزم از خودمون محافظت میکنم. این چی بود دادم بهت؟ نامه فدایت شوم. بی نمک. بیا اینم راه پله‌ای که دلت میخواست. چتر بازی آره. نداره. چتر تو حداقل باز میکردی. باز کردم نشد. دید شد مردم بود. مطمئن. خیلی ریلکس بعد از جلوش. مرسی جواب گرفتم. برو گم شو اونور نگاه کن. کاری باید بکنیم الان. بودو بیا بیا بودو. بیا بریم؟ کجا باید بریم یا بریم؟ نریم؟ نه سب بریم. یه در اونجاست. برو گیر کردم. برو کنار همین. تنه لشتو ببر کنار. چرا دستی کشیدی اونجا؟ لنگر انداخیو. بابا چرا دیدت اصلا؟ پشت اون نباید ببینه. قاعدتا نباید میدید ولی خب خیلی بیرون بودم دیگه. بودو در واکن. بودو نمیبینه. وگرنه که تا 100 بار مرده بودیم با این وضعیت. بیا این ورتر زره. کدوم برتر؟ با اونو ول کن. بیا این ورتر. کاراکتر تو بیا این ورتر. درست نیست؟ شو. مرسی. شبه. میدونی اسپایدرمن بازی میکنی لیتل نایتمر. بابا باید بپره دیگه.
واه چه سینک با هم پریدیم. شما آها اینجا جای چیز داره تو خراب کنی. بیا تو خراب که کجا؟ تیر کن. آه. تیر برو کن. کنار. برو کنار. برو کنار. تیر کن. تپ. تیر بابا اون تیر کمونت اینا رو نمیتونه بزنه. ول تیر کن. کن. بابا بچه بیا بچه سری بریم. بیا سری بریم. بیا سری بریم. برو. 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 قاعدتا نباید ببینتمون دیگه چون طول میکشه این بریم بالا. آره دیگه قطعا نمیبینه. الان برمیگرده میبینتمون و ما میفهمیم هیچ قطعیتی وجود نداره. خب حالا چی؟ یه حسی بهم میگه باید این تو بشینم. یه صدایی میاد. مطمئنی باید این تو بشینی؟ حتما دوباره با تیرکمون باید چیزی رو بزنم. آره. این تیر کن. تناب اینو ببین میتونی. آه نه این تنابش جاش پاره نیست. کنم یا وایسا من میتونی بزنم بزنیش؟ میتونم. بذار اینم میتونم برم روی این فکر کنم. حاجی یه کلش کله شکسته. اینا، آره. کلشو بذار بشکن. اینم. کلشو بشکن. او بزن. حاجی این استخونه من نمیزنم بعد بیاری میاره. با استخون نیست بزن. آدم بوده یه چه اتفاقی زمانی. میگه؟ بزن. حالا فکر کنم باید بریم. تیر کمون بزن. نه یه نه. تناب ریش ریش اینجاست. ای توف. حالا باید بریم. حالا باید بریم. من نمیتونم بودم. من نمیتونم بودم. نمیذاره نمی‌تونم. حرکت کنی. من فریزم. من فریزم. بدو، همین بدو، همین بدو. دهن تو بدو. چرا بچه رو اذیت میکنی؟ چرا اذیت؟ بچه رو اذیت میکنی؟ اون داره ما رو اذیت میکنه بیشتر. وای چه بچه اینقدر جان. کریپیه آخه. زنگ و کندی کلا. به چه زنگی. الان باید جایی بریم. برو کنار. برو کنار. برو کنار. بیا 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 بیا. خب الان من اینو ول کن. باد چیز میشه. من اینو ول کنم الان وای برمیگرده. با. خب این برگرده چی؟ وای اه. با. فکر کنم یه کاری باید بکنی همین. بله اینجا یه نردبون. نبرده بود. نردبون. نزن انقدر تیر نزن سرویس تیر. کردی ما رو. تیر میکن. اوپچ اوپچ. یعنی آدم بیام پایین دوباره نمیره. چه من زاویه‌ام درسته؟ آره. نردبون پل بیا اینجا. قلا. آره آه. ببین منو میتونی بکشی. حیوان. منو نباید بکشی. اصلا اهمیتی نداری. نمیگیره. میتونی منو بکشی؟ نمیگیره نه. برو بالا ببین کاری باید بکنی. قطعا که کاری باید بکنی. این اسب رفت بالا وایس منو باید خب اینجا چیه؟ این چیه؟ آها خودم بپر اینو بگیر. برو این دیاره رد شده نه. خب بعد من ولش کنم بسته نمیشه این؟ بیا هی 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 نه بسته هی نمیشه. هی ستایی با کله خوردن زمین اومد. نه کله که نبود ولی الان من آها یه ذره ارتفاع هم زیاد. بی کمک ما باید بریم باشگاه حاجی، اینجوری فایده نداره. یا بچه. خدا یا خدا ما باید به کارمون ادامه بدیم. همین نباید بریم اومد. پشتش. ببین پشت. نه آه. تو باید.
بیا تو برو تو. من تو هم. خب حالا که چی؟ آه نه نوره. بیا بریم بابا. بیا بریم. وایسا اگه نورشو بندازه اینور نمیتونیم بریم. تا حالا که ننداخته. بریم. خب مرد حسابی. بیا. خب حالا چی؟ اونجا این چیزاست که من با تیر کام بزنم. بعد میگه بچه رو اذیت نمیکنم. بابا بچه داره ما رو اذیت میکنه. آجی جنسش سرامیکه به نظرت؟ میبینی شکسته؟ سرامیک. الان اگه همشون این دوتا و خیلی تایم کمی اونجا رو نگاه کرد که دیگه چاره ای نیست دیگه باید بریم دیگه. بیا این سایه زیاده. برو بریم. بیا. خب بودو سری برو تو. برو نشین برو. اوف پر. در واکن. یه جامپ بزنه زلزله ایجاد میکنه. بودو من فکر کنم بمیرم. یه تیکه یه اشتباهی رفتم. آره اون برگشت. نمرده بودم. واقعا که نمرده بودم. سنگ دومی افتاد مردم. بابا اوف تلاش دوم. دوه. آی سه نیست. تو رو خدا برو. تو رو خدا جامپ بزن. تو رو خدا رد کن. تو رو خدا. خب چیکار کنم؟ بشین پشت. استاد یه ذره میریم اون مرزا. بودو پوشه. جبه. دوباره تو سوراخ باید بریم؟ دوباره تو سوراخ باید بریم؟ نه فکر نکنم. از زمین بلند شده. بریم تو سوراخ میمیریم. چیکار دارم میکنم؟ وای خدای شکر کلاغ داره نجاتمون میده. بیا این کلاغ بالاخره به کار. تو خاصیت نداشتی، این کلاغ خاصیت داشته. من از اینجا میرم. یه سوراخه باید بپریم تو به نظرت؟ من که با چتر میپرم اگرم بپرم. درست بود؟ آره فکر کنم همینه. آره همین بود. بیا پایین. همین آینه. آجی خودتو تو آینه میبینی کرک و پرت نریزه. منقارت خیلی زایه است. چرا خودمو توش نمیبینم؟ شما این چرا دستتو بده. میگه دستتو دست بده. بیا چرا نمیگیری؟ چرا رفتیم توش؟ حیوان این چه وضع لند کردنه؟ چرا من اینجوری فرود آوردی؟ به من چه؟ یعنی چی؟ دست تو رو گرفتم دیگه. بیا الان دارم از دلت موش. بریم بخوریمش. گوشنه‌ای موش. این فهمیدی این کاغذی که دادم بهت مثلا چیز مپتوری چیزی بود. حاجی یارو رو ببین. آویزونه. به نظر داره بارفیکس تمرین میکنه. همین دل و جیگر. یه گاز بزنیم؟ بابا بیا بریم. کثافت. آردو بگیره. گرفتم. اولش یه لحظه. این پشت رو میبینی چه خبره؟ داری میبینی تو هم؟
کارخونه مگه چاقال چیزه؟ فروشه. مگه تلکابینه این چیه این؟ بیا با هم روش وایسیم. برو کنار برو کنار نه باید با این بزنم. ای بار کرد قلا قلا چی نه قلا نمیگیرتش؟ تیرکمون ببین میتونی بهش بزنی؟ یه دونه از زنجیرش پاره است. نایس. ولی کرد یه صدای او همین رد شدی اینجا رو نه؟ پشمام اه با این استاد بعد الان چیز کنیم؟ بعد الان من یاد دوش میافتم آجی. اون زنه بود کلش دراز میشو. وای معلمه آره اون خیلی سم بد بود. بچه اینم از پارت 2 لیتل نایتمر. دمتون گرم که دید. اگه حال کردید لایک کنید و سابسکرایب کنید.